10 روز اول ذوالحجه بسیار آیات مهمان که انشاءالله برای شما در همون تاریخ بیان می شود که حاجیات که می روند به سوی خانه کعبه و به سوی مدینه منوره و برای آنکه آنجا حضور پیدا بکنم به منافع معنوی و مادی. لہذا شما عزیزان اینجا یاد کنید الله را و این ایام پربرکت ایام کل ایام حج امام حج شوال ذی قعده حج و عشر ذوالحجه ده اول ذوالحجه ماه حج و ماهای فضیلت و عمل فضیلت داره و الله تعالی را یاد کنیم و الله تعالی را بندگی کنیم و حاجیایی که میروند آنجا در دعا کوتاهی نکنند، در نیایش و تضرع و زاری، در توبه و در عمل کوتاهی نکنند و مجاهده بکنند. انشاءالله این مجاهده و کوشش و تلاش به جای میرسه. جوینده یابنده کسی که جستجو می کند آخر میرسه به علتی.